توی دروازه نزدیکان موجود او و گل برای داماشی ها توسط علیرضا نزدیکان از روی نقطه پنالتی. ارسال به جلب محمدی جلبه، یه ضربه سر و گل برای داماشی ها و علیرضا نزدیکانی که دروازه اونها رو باز میکنه. این پنالتی گل میشه توسط نزدیکان یا خیر؟ نزدیکان و گل. نزدیکان ضربه‌شو میزنه و توی دروازه خیلی هم قشنگ زد. بنظر محمدی جلبه برای چاوشی یه پاس بسیار خوب. حالا موقعیت هست و توی دروازه گل. گل تساوی رو به ثمر می‌رسونه. محصول این سکن این گل تساوی. دماش یک تایم‌ها یک. علیرضا نظیفکار بازیکن تیم داماش، بازیکن سابق تیم امید فوتبال کشورمون، مهمان ما هستن. خیلی خوش آمدید نظیفکار. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و همچنین همکاران محترمتون و جا داره از طریق برنامه‌تون یه تسلیتی عرض کنم خدمت خانواده آقای طباطبایی به خاطر درگذشت پدر بزرگوارشون. هستم در خدمتشون. بله. آیا ندامی از کجا شروع کردی؟ متولد 63 هستم. واقعی دیگه؟ بله واقعی. این الان 30 سالته دیگه تقریبا 29 سال. 28 سال. با 29 سال چرا؟ آخه 63 دو ماه آخر هستم. دو ماه آخر هستی. 28 سال مثلا فکر کنم 8 ماه. بعد. خب از کجا شروع کردی؟ همش تو رشت بودی بیشتر، فقط یه دوره رفتی نساجی. خب منم مثل اکثر فوتبالیست‌ها فوتبالم از زمین خاکی شروع کردم، از یه تیم محلی به اسم امید سعدی. ما بچه خود رشتی شما؟ بچه خود رشتم. خود شهر رشت. بعد از اون 2 سال به باشگاه فجر گیلان رشت رفتم. بعد از اون من یه پسرعمه دارم در تهران، از من خواست که بیام تهران توی باشگاهی به اسم استقلال شمال تهران. یه تستی میگرفتن، رفتم اونجا تست دادم، یه فصلی هم در خدمت تیم استقلال شمال تهران بودم. استقلال شمال تهران؟ بله. کی بود مربیتون؟ آقای حسین شیخ رحیمی بودن. بعد از اون 3 سال رفتم کوثر تهران خدمت آقای علی دوستیمر. بله. 3 سال خدمت ایشون بودم و زیر نظرشون کار کردم. بعد از اون برگشتم به تیم پگاه گیلان، یه 4 فصل در تیم پگاه گیلان بودم. شما تمام اسم تیم عوض استقلال رشت هم بودی؟ یعنی استقلال رشت نه من نبودم. شما اما استقلال رشت بود، بعد پگاه گیلان شد داماش. امسال قرار بود چی بشه؟ برفک؟ نه یه چیز قرار بود بشه. فکر کنم دورفک. آره. اما خوبه حداقل موند. این آقای عابدین الان هستن یا نه؟ آقای عابدین هستن بله. حیف نباشه یاد این که کلا حالا اصلا شخصیتشون مثلا هنوز مجموعه دوباره ایشون در اصلا کلا استاد در آوردن یعنی اتفاقی رخ داد تو مجموعه در ادامه خواهیم دید که چه اتفاقاتی رخ داد. به حال میگم به تیم داماش خیلی کمک کرد. شاید ایشون 100% آقای عابدینی واقعا تو این 3 سالی که گذشت واقعا ما سالهای خیلی سختی داشتیم. آقای عابدینی خیلی تلاش کردن که تیم ضربه نخوره، همیشه از تیم حمایت کردن. من فکر کنم که آقای عابدینی اگه نبودن در این موقع فکر کنم تیم ما خیلی ضرر میکرد. خب ما هم مردم شهرش خیلی خوشحال شدیم که آقای عابدینی دوباره تمدید میکنم. یه بار یادت دروازه نظر محمدی اومد اینجا اون دیگه کولاک کردی که آقای نه واقعا من حالا اگه بخوام تعریف کنم شما خیال می‌کنید من میخوام مثلا واقعا چیزی کنم، اما آقای عابدینی واقعا میگم تو این 3 سال مخصوصا برای تیم ما خیلی زحمت کشید. نشه بالاج این که جدال خیلی وقتا بوده، سر انتقادهای هم بوده، هر دو طرف از هم دیگه داشته، ولی کلا ایشون شاید اگه نبودن نمیموند این تیم داماش نمیموند. حالا به هر طریق تیم رو پولم که نداشتم، اون مالکش هم که اون اتفاقا براش رخ داد. خدمت شما عرض کردم تو این 3 سال واقعا تیم ما خیلی زجر کشید. واقعا هیچ کی نبود از تیم ما حمایت کنه. حتی خود شهر ما کسی نبود که بیاد از تیم ما حمایت کنه. واقعا هیچ کی نبود حال بازیکن بپرسه که تو این 3 سال واقعا چیکار داریم میکنیم. اما شما پولاتون رو گرفتید؟ الان چند درصد پولاتون رو گرفتید؟ والا ما از 3 سال پیش پول طلب داشتیم، امسال تصفیه کردیم. یه مقدار نزدیک 30% 40% از پارسال مونده. 30% چقدر؟ 500 تومان؟ بیشتر دیگه؟ نه پایین‌تر. 470 شد دیگه. حالا همین حدودا همین است که حدوداً 30% 40% پولای پارسالمون مونده. امسال هم خب فعلا پول هفتگی بهتون پول میدن؟ مثلا هفته 2-3 میلیون 4 میلیون بهتون؟ والا ما جلسه داشتیم با آقای عابدینی، رفته بودیم خدمت آقای اجری، جلسه بود تو رفته بودیم اونجا صحبت کرده بودیم. شما رفته پیش آقای اجری قوه کل بازیکن‌ها همه با هم دیگه رفته بود یه جلسه گذاشتون، آقای اجری محبت کرده، جلسه گذاشتن، یه وقتی گذاشتن برای بازیکنان که واقعا حرف بازیکنان رو گوش کنن، ببینن بازیکن چی میگن، در دل بازیکنان رو گوش کردن. رفتیم اونجا صحبت‌های آقای اجری کرده بود که قول دادن که هفته‌ای
یه پولی از طریق قوه قضاییه پرداخت بشه به باشگاه داماش که بازیکن پولاشون رو بتونن بگیرن. و من الان بعد سعی می‌کنم هفته یه اینفوگرافیک از مهمونایی که تو برنامه هستن را عزیز نظیفکار شانس شما از شما شروع شد ببینیم این فصل کلا چیکار کردی از شرح رهت سنش که بیشتره. بعد مدافع تیم داماش هست و 179 بازی در لیگ برتر کلا شما انجام دادی که حدود 43 تاش با تیم پگاه هست، بقیه‌اش با تیم داماش در فصل‌های مختلف. و این فصل هم فکر کنم داریم آمارتون رو که در لیگ 92 93 1170 دقیقه یه گل زدی، پنالتی زدی امسال هم؟ امسال نه پنالتی نزدم. تو جریان بازی زدی. 3 تا کارت زرد، کارت قرمز، یه پنالتی از دست داده و پنالتی هم که نداده شما. حالا در مورد پنالتی از دست دادت بریم یه تصاویری داریم ببینیم. 2 تا پنالتی خراب کردی ها؟ امسال یه دونه. نه کلا 2 تا. یه دونه پارسال بازی مثل کرمان بود، امسال هم با تیم ثواباتی. ای بازم خراب کردی، رو بگو دیگه جای دیگه. والله یادم نمیاد. خب حالا تصاویرشو با هم ببین. معمولا هم محکم گوشه میزنی ها؟ خب ما سر تامینات پنالتی تامین میکنیم. من سعی میکنم پنالتی هم همیشه محکم بزنم. اینو خوب گرفت مهداد طماسبی. نه من فکر کنم آقای فردوسی بود تو این چند سال یکی از بدترین پنالتی‌های بود من تو این بازی با ثواباتی زدم. همش تیر میزنی، گل نشه تیر میخوره. اینم بازی با مثل خلافجرد زدی. اونم شهادت نژاد بود دیگه، گل تیم مثل کرمان. آره. و شما در مورد تیم امید هم صحبت کن. به حال اون موقعی که شما در تیم امید بازی می‌کردی فکر می‌کنم در واقع تنها کسی بود تو لیگ دست پایین‌تر بازی می‌کرد در دسته یک بازی. درسته. اون سال واقعا تیم ملی امید شرایط برای من خیلی شرایط سختی بود، چون اکثر بازیکنایی که تیم ملی امید بودن همه بازیکنایی بودن که تو لیگ برتر تو تیم‌هاشون داشتن فیکس بازی می‌کردن. خب شرایط برای من خیلی سخت بود. خب خدا کمک کرد من توی اردو که آقای وینگو بگوویچ جاده ازش تشکر کنم. من تنها بازیکن بله تنها بازیکن لیگ یکی بودم که منو دعوت کرد تیم ملی امید. خب خدا رو شکر تونستم تو اون بازیایی که انجام دادم برای تیم خیلی خوب بازی کنم و تونستم جواب زحمت آقای وینگو بگوویچ رو بدم. سال 2006 2006 بازی با اردنه. بعد اون بازیکن تیم تو همه جزو بازیکن‌های به حال بزرگی مملکت شده. خیلی اون سال میگم تیم ما خیلی بازیکن‌های خیلی خوبی داشت. متأسفانه فقط یه مقدار باشگاه‌ها کمک نمی‌کردن، یعنی بازیکناشون به تیم ملی نمیدادن. به نظر من اگه اون سال واقعا اگه باشگاه کمک می‌کردن به تیم ملی امید. چه سیستمی بازی می‌کردی شما؟ من دفاع جلو زن بودم. جلو زن سمت چپ. سمت چپ. الان تو داماش دقیقاً خب تو داماش بگم همون پگاه سابق من اول دفاع چپ بازی می‌کردم، هم تو لیگ هم لیگ برتر. بعد دیگه از زمانی که تیم ملی امید دعوت شدم آقای وینگو بگوویچ من دفاع وسط بازی دادم دیگه، از همون سال دیگه دفاع وسط. بریم بازی داماش و ذوباهن اگه بچه‌ها آماده پخش شده من بازی داماش و ذوباهن هم با هم تماشا می‌کنیم. بعدش برمیگردیم و بخش پایانی صحبتمون با علیرضا نظیفکار رو براتون تقدیم خواهیم. امسال کی قهرمان نیم فصل میشه؟ والله همه تیم‌ها امسال خوبن، اما فکر کنم به نظر من پرسپولیس شانسش مقدار بیشتره. واسه قهرمان نیم فصل یا کل فصل؟ خب نیم فصل من به نظر نیم فصل، حالا تا پایان فصل خیلی بازی‌ها مونده. شما چی؟ شما چندم؟ والا ما امسال تمام سعی تلاشمون می‌کنیم که از سال قبل بهتر نتیجه بگیریم. سال قبل دقیقاً چندم شدید؟ کنم پارسال 11ام شده بودیم. 11ام. موندن که میمونید نه؟ 100%. تیم ما امسال تیم خیلی خوبیه، بازیکن خیلی خوبی داریم. بازیکنایی که چند سال کنار هم داریم بازی می‌کنیم. شرایط تیممون خوبه. ان شاءالله یه مقداری مشکلات مالی هم حل بشه، تیم‌ها یه مقدار از لحاظ روی روانی بهتر بشه، ان شاءالله نتایج بهتری هم می‌گیره. آیا نظر کنیم بازی ملوان داماش چرا اینقدر همیشه حساسه؟ والا بازی ملوان داماش خب از سال‌های قبل این بازی حساس بوده، چون بین رشت انزلی بوده. بعد کلا با هم خوب نیستن دیگه، یعنی والا با هم مشکلی هم نداریم. شما نکنید در روز شاید 1000 نفر از انزلی میان رشت، 1000 نفر از رشت میرن انزلی، یا ما خودمون بازیکن‌ها با هم دیگه با بازیکن ملوان دوستی مشکلی نداریم. اما خب روز بازی که میشه یه مقدار چون بازی برایش مردم شهر هر دو تیم یه خورده مهم حساسه، به خاطر اینکه یه خورده خیلی بازیکن خیلی با هم صمیمی ام، مثلا چاوشی و مازیار زارا و شما والا هم مشکل نداریم، با هم دیگه دوستیم، با هم دیگه رفیقیم، مشکل خاصی نداریم با هم دیگه. داماش 5-1 ذوباهن رو برد، بهترین پیروزی تاریخ داماش برابر ذوباهن. ذوباهن بعد از 4 سال در یک بازی 5 گل خورد. داماش بعد از 3 بازی پیروز شد، پنجمین بازی متوالی بدون برد تیم ذوباهن. داماش با 6 گل توسط بازیکن تعویضی رکورددار این امره. داماش بعد از 325 دقیقه گل زد.
آقای محجوب مرغوب آقای مرغوب نقششون تو تیم؟ حالا آقای مرغوب هم جزء مدیر فنی تیم هستن. واقعا آقای مرغوب خیلی برای تیم ما زحمت میکشن متاسفانه، اما هر جا که ما میشینیم همش از آقای مرغوب ازش به عنوان خوبی یاد نمیکنن. من خیلی از این موضوع ناراحتم. جزء کادر هستن. جزء کادرم، بله. واقعا برای تیم ما خیلی زحمت میکشن. تونلای برمیگردم تو رابطه بین تونل و یه مقدار آقای مرغوب متاسفانه استرسش یه مقدار زیاده. اون تونل خیلی تونل جادوییه، دقت کردی مثلا کنم تونل وحشته. آره تونل قشنگ، یعنی نقش داره به تو امتیازگیریتون تونله تو تعویضا اینا. اما خودش الان این که کاری اما جدی آقای ناظمی خوب کار کرد. من کاری ندارم، حالا هر جوری فکر کنم تعاملم داره دیگه با مدیر فنی تیم آقای عابدینی، حالا تعاملم داره، ولی به هر حال اونم خوب کار کرد. با مربی جوان 100% آقای ناظمی که از مربیای بسیار خوبیه. من جاده اینجا ازشون تشکر کنم. واقعا از پارسال هر موقع می اومدن وارد تیم میشدن واقعا برای تیم ما مثمر ثمر بودن، واقعا به تیم ما کمک میکردن. من مطمئنم تو سالهای بعد چیزهای زیادی برای گفتن داره آقای ناظمی، ان شاءالله ازشون حمایت بشه، بتونن خودشونو به این فوتبال ایران بیشتر معرفی کنن. بعد اون سوالی هم که شما که راجع آقای عابدینی گفتین نظر میده، به نظر من آقای عابدینی به غیر از که مدیر عامل باشگاه جزء مدیر فنی باشگاه هست. خب این به نظر مدیر فنی تیم هم میتونه اظهار نظر کنه، میتونه صحبت‌های خودش رو به سرمربی تیم انتقال بده. اون دیگه سرمربی تیمی که بخواد از نظر استفاده کنه یا نه. الان این بازی هم ارتباط برقرار بود یا نه؟ من میگم آقای عابدینی که گفتم مصطفی هستم مثل کماکان. والله آقای عابدینی تو این بازی که نیومده بودن، تو این بازی رش نیومده بودن اصلا. به نظر ما همیشه قبل از بازی جلساتی که میذاره همه صحبت‌ها رو خود آقای ناظمی میکنه. میگم اصلا اینجوری نیست که شما خیال میکنید که آقای عابدینی چیز میکنه. من گفتم خدمت شما عرض کردم آقای عابدینی به عنوان مدیر فنی باشگاه صادقانه میاد میگم آقا من مدیر فنی تیم هستم، فوتبالی بودم، بازیکن فوتبال بودم، اگه نظر داشته میگم. حالا مدیر فنی تیم اظهار نظر میکنه استفاده کنه یا نه که بحث مجزاییه. بعد یه صحنه دیگه گل به خودی هم چند تا زدی گل به خودی؟ گل به خودی یه دونه زدم، اونم امسال بود بازی با راهن. آره حالا با هم ببینیم این گل رو، ببینیم به چه شکل. بله این بازی با اینو من نزدم. این نزدی ها؟ اینو من نزدم. اینو من خوردم به تیر دروازه. آره بعدی دوستا خیلی زحمت کشیدم و اینو من خورده بودم به تیر. آره این که نه اون بعدی رو خیلی خوب زدی. آره بچه‌ها دیگه دلشون سوخت. اونم والا فاصله توپ با من خیلی نزدیک بود، یعنی من توپو ندیدم، واقعا توپو ندیدم و نتونستم. تو بچه‌ها خیلی طرفدار شما بودن، گل خودی نذاشتن دیگه. بعد شادی بعد از گل شادی خاصی داد. حالا با هم ببینیم چیکار می‌کنه بعد از گلی که می‌زنید. والا شادی بعد از گل این بازی با دقیقه 90 چند بود؟ 93 بود. 8 دقیقه داور وقت اضافه گرفته بود. سرت هم شکسته بود. والا شادی بعد از گل من رو دست راستم اسم پسرمو نوشتم سامیار. بعد هر موقع که گل میزنم دوست دارم گلام تقدیم کنم. این دستت منشوری الان؟ معلوم نیست، آسین بلند میوشم که مشخص نباشه. الان معلومه. مشخص نیست. باش اگر صحبتی داری آیا نزدیک‌کار؟ والا جا داره تو این برنامه‌تون از مربیایی که واقعا برای من زحمت کشیدن تو این چند سال تشکر کنم. از آقای ناظمی، از آقای امید هرندی، از آقای مجید جهانپور که واقعا چند سالی که در خدمتشون بودم واقعا خیلی چیز ازشون یاد گرفتم. بعد از مربیم آقای بن کراس که واقعا ایشون بودن که به من بها دادن، به من فرصت دادن من میتونم خودم نشون بدم. همچنین آقای وینگو بگوویچ تشکر کنم و بقیه مربیایی که واقعا تعدادشون خیلی زیاده ازشون تشکر میکنم. بعد میخوام از خانواده‌ام تشکر کنم، از پدر و مادرم تشکر کنم. واقعا پدرم برای من خیلی زحمت کشید. آقای فردوسی بود چند سالی که ما تهران بودیم واقعا با هم دیگه سختی‌های زیادی تحمل کردیم. همچنین از همسرم تشکر میکنم که تو این 3 سال که واقعا من خیلی سختی کشیدم، واقعا زیر فشار بودم، منو تحمل کرد، سختی‌ها رو تحمل کرد. تشکر میکنم و همچنین از شما تشکر میکنم که منو به برنامه خودتون دعوت کردین. الان جهان بخش پارسال اومد بعدش رفت هلند، آیا به اروپا و به این چیزا فکر میکنی یا نه؟ والا من فکر کنم سنم طوری هست که خب 28 سال دارم، زیادم نیستش، اما من خیلی دوست دارم که تمام سعی تلاشمو میکنم که بتونم به تیم ملی دعوت بشم. واقعا آرزومه، آرزوی هر فوتبالیست ایرانیه که بتونه به تیم ملی دعوت بشه. من تمام سعی تلاشمو میکنم. دیگه بقیه‌اش بستگی به آقای کیروش داره که بخواد دعوت کنن. و اینم بگم آقای فردوسی تو پست من امسال بازیکن‌های خیلی خوبی داریم. آقای جلال حسینی امسال
واقعا داره عالی کار میکنه. آقای پژمان منتظر اینا از همه از بازیکن‌های بزرگ فوتبال ایرانن. اما من تمام سعی تلاشمو میکنم که انشالله اگه خدا خواست بتونم به تیم ملی در بشم. بعد از اون موفقیت می‌کنم. مجمع فدراسیون اگه بچه‌ها اشاره کنن که رسیده یا نه. خب ما بریم بازی روان پرسپولیس ببینیم، بعدش دیگه مجمع فدراسیون میرسه و با کفاشیان همراه خواهیم. خیلی ممنون آقای نظیف‌شاه. مرسی. قربان شما.